Marco, Kerim Aço. Marhaba درباره بازی. اولا میخوام همه مخلصای دسته خوجان رو رحمت گویم برای دستگیریشان و این بازی که یکمین بار در این موسم در شامگاه در ورزشگاه خوب بازی کردیم و رقیب ما استقلال بود. این یکی از بهترین دسته جمهوری است در چند سال اخیر و رحمت به بازیگران که همین خیلی فشاری که دسته استقلال آورد نترسیده بازی کردن و بازی خوب نشان دادن. آن حالت گلزنی که داشتیم در قسم اول بازی استفاده بردیم و می توانستیم در قسم دوم بازی با یک چند بار استفاده بریم اون وضعیت ها، لیکن نتوانستیم و رحمت به بازیگرایی که در دفاع یگان خطاگی نکردن و کمک رساندن که دسته غلبه کنه. همین تاریخی چمپیوناتی تاجیکستان با چندم استقلال شما بودید؟ باور کنید من نمیدانم در چند بار بریدگی استقلال و سال گذشته یکمین باخت استقلال به بازی ما بود در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه و این سال هم خیلی که میدانم اگر خطا نکنم 4 یا 5 بازی اخیر با حساب 1-0 تمام میشود. یک بازی استقلال میزند، یک بازی ما، یک بازی استقلال میزند. دو سال با ما. خب، درست. رحمت